یگم حالتی فشار آوری هم نبود، یگم چی هم نبود. رئیس کمیته دینی تاجیکستان مانع شدن به حضور ورزشگران تاجیک در بازی‌های اسماعیلی را نقض حقوق اسماعیلی ها در تاجیکستان نمی‌داند. سلیمان دولتزاده رئیس این کمیته 29 ایول یک روز بعد از جنبست این بازی‌ها در دبی در نشست خبری در دوشنبه گفت که موضوع سفر ورزشگران به فعالیت نهادی آنها بستگی ندارد. در این موضوع با ما مراجعت هم نشده است، ما آگاهی هم نداریم و چی هم نداریم. اما در مورد اینکه گویان که مثلا حالتی پایمال شوی حقوق اقلیت ها، ما این کار نمیکنیم که بعض مثلا حالت های انفرادی که مثلا یک مسئول یک چی مثلا خب معامله درست کرده است یا چی کرده است، این بیانگری اون نیست که در عموم سیاست جمهوری تاجیکستان همین گونه باشه. ورزشگران تاجیک از میان پیروان شاخه اسماعیلی مذهب شیعه در ولایت مختار کوهستان بدخشان باید روز 17 ایول به شهر دبی امارات متحده عربی می رفتند و زیر پرچم تاجیکستان هنرنمایی می کردند. اما سامانه پامیر اینساید روز 12 ایول خبر داد که مقامات تاجیکستان مانع حضور ورزشگران تاجیک در این بازی ها شدند. هرچند تاکنون مقامات رسما اظهار نظر نکردند، اما برای آزادی نوار صوتی دسترس شد که در آن شخصی از مسئولان مکتب‌های ورزشی ولایت مختار کوهستان بدخشان می‌خواست یگان کس به بازی‌های اسماعیلی سفربر نشود، در حالتی که اگر یگان کس سفربر شود نسبتش پرونده جنایی گشوده می‌شود و از وظیفه آزاد کرده می‌شود. در فضای مجازی برخی از کاربران و سازمان‌های سیاسی مخالفت مقامات تاجیکستان به حضور ورزشگران تاجیک در بازی‌های اسماعیلی را نقض نوبتی حقوق اسماعیلیان و فشار بالای این کمشمارهای مذهبی در تاجیکستان دانستند. اما رئیس کمیته دین میگوید آنها بعضی از کارها را به خاطر امنیت و رعایت ترتیبات انجام میدهند. در عموم مثلا اون ایرادهایی که گرفته می شود یک چی هست، رعایت ترتیبات این عهده‌داری همه است. رعایت ترتیبات عهده‌داری همه هست. ما در عموم کمیته دین همچون مقام وکالتدار کوشش می‌نماییم که در دایره قانون‌های جاری توانیم نیازهای اعتقادی مردم نوبسته از پیروی کدام دین یا مذهب بودنش رو برآورده نماییم. بازی‌های اسماعیلی در دایره جشنواره جهانی دیدار یا گلوبال اینکاونترز فستیوال 2025 از 20 تا 28 ایول در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار شد. بنا به اطلاع پایگاه ز اسماعیلی در این بازی‌ها 25,000 شرکت کننده و تماشابین از 50 کشور جهان شرکت کردند. هرچند مقامات تاجیکستان مانع سفر ورزشگران تاجیک شدند، اما صدهاتن با شمول برخی چهره‌های معروف اسماعیلی تاجیک از تاجیکستان و روسیه در این جشنواره به عنوان مهمان و رضاکار شرکت کردند.